شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته. زنی که بیرون میشه از خانه چی عواقب و چی تاثیرات منفی داره؟ بیرون از خانه وظیفه داشته باشه. خدای نخواسته یه حرفا ما دشمنی با خواهران نیست. این حرفها حرفایی نیست که ما حق زن پایمال کنیم یا ای را نشان بده چقدر این خطیب تاریک بین هست. اصلا خلاصه این خطیب سر از او به جامعه باز نمیشه. این هم از ملاهای قدیمیه، نه شریعت سروران عزیز و بزرگوار. عواقب و تأثیرات منفی کار کردن زن بیرون از خانه چیست؟ چی عواقبی داره؟ اول تأثیر منفی کار زنان بر کودکان. طفل نیاز به مادر داره. بارها و بارها ما و شما تجربه کردیم وقتی که طفل گریه میکنه 10 نفر او رو به بغل میگیره، عمه، خاله، کاکا، ماما، برادر، خواهر، ولی طفل گریه میکنه و مجردی که مادر او رو به آغوش میگیره سکوت میکنه. این مهر و عطوفت و مهربانی خدای تبارک و تعالی در سینه مادر گذاشته. با مجردی که طفل سر به آغوش مادر میگذاره آرام میشه. تأثیر منفی کار زنان بیرون از خانه اینه که اولادها از مهر و محبت و شفقت مادری محروم میمانند. خیلی مسئله مهمیه. اولاد که عطوفت مادری نداشت، عطوفت مادری نبینه، فردا یک انسان خشن به بار می آید. دوم، تأثیر منفی کار زنان بر شوهران. شوهر از بیرون می آید به داخل خانه خسته، مونده، هلاک. حالا نیاز به این داره که خستگیش به خانهش رفع بشه. رسول خدا صلی الله علیه وسلم می فرمایند که هر قدر سختی و مشکلات که به بیرون بر سر من می آمد، با مجردی که به کنار خدیجه الکبری قرار می گرفتم همه خستگی هم دور می شد، همه رنج ها برطرف می شد. حالا مرد وقتی بیایه به خانه، زنی هم که به بیرون کار میکنه، زن هم وارد خانه میشه خسته، هر دو خسته کی بالاخره خسته را تداوی میکنه. وقت شوهر دید که زن خسته هست، اینجا از زن دل سرد میشه، مجبور خلاصه خستگیر بره به یک جای ناروای دفع کنه. سوم، تأثیر منفی کار زنان بیرون از خانه خود آنها. زن وظیفه داره کار خانه انجام بده، خانه سر و سامان بده. کار بیرون و کار خانه هر دو فشار میاره. وقتی فشار آورد خود زن به بیماری ها و امراض مختلف دچار میشه. این زن در حالت اضطراب، در حالت پریشانیه، در حالت نگرانیه. خودش اولاد میخواد بیایه کنار مادر او را از کنار خود دور میکنه. دور شو، خسته هم از صبح بالاخره کار اداره و فلان و فلان و اینها. شوهر میایه خلاصه به همین ترتیبه، خودش در حالت روانی گرفتار میشه. خانه سر و سامان نیست، خانه نظافت نداره. اینها حالتها و تأثیرات منفی کار زنان هست در بیرون از خانه. چهارم، تأثیرات منفی به اجتماع. چی تأثیری بر اجتماع داره؟ چی تأثیر منفی بر جامعه میگذاره؟ اینه که افزایش آمار بیکاری در بین مردان. زن رفته جا مرد در اشغال کرده، بعداً گفته میشه که زن چری کار میکنه، چی وقت جواز داره. مرد مسکین مجبوره که بره نفقه اهل و عیال رو پیدا کنه، ولی زن به خاطر چی کار و وظیفه میگیره؟ نفقه میده. اگر شوهر داشته باشه نفقه به دوش شوهر هست، پدر داشته باشه به دوش پدر هست. بعداً اشاره میشه که با چی زنی اجازه داده شده و با چی شرایطی که از خانه بیرون بشه و بره وظیفه بگیره. بنان این تأثیر منفی بر اجتماع
زنها اینه که یک زن رفته جای یک مرد در اشغال کرده، مرد بیکار شده، آمار بیکاری مردان بلند میره. وقتی یک مرد بیکار شد، بیکاری مرد 100 مشکلات به جامعه ایجاد میکنه. بناهن این تأثیرات منفی بر اجتماع بود سروران عزیز و بزرگوار. دیگه تأثیرات اجتماعی، رفت و آمد زنها از خانه که بیرون میشن، چیز واضح و مسلمیه که زن از خانه بیرون میشه بدون عذر، وقتی بیرون میشه این جواز نداره. با این آیه قرآن عمل نمیشه و قرن فی بیوتکن که زنها در خانه مستقر باشن. دیگر تأثیرات منفی بر اجتماع، اختلاط زن و مرد در یک اداره باعث ضیاع وقت میشه. در هر اداره‌ای که زن و مرد با هم کار میکنن، در او اداره کار درست و صحیح پیش نمیره، به خاطر که اختلاط زن و مرد چه کار میشه؟ باعث به وجود آمدن فساد و بیبندوباری و اینها. دیگر این که اختلاط زن و مرد در بین ادارات در اجتماع شیوع فساد میشه، فساد پیدا میشه. هر کدام ما و شما میدانیم